حاجی عرو باخشه بیار پای ممنون مثل ماه می‌درخشید فلذا به حضرت لقب زهرا داده شد. زهرا یعنی نورانی، یعنی درخشان. اما برید توی اینجا ببینید با فاطمه زهرا چه ها که نکرد. خوش آمد. تعجیل در فرج نکن دیگه. آقا سلامات یادت نره. خوش بدی امام زمان سلامات یادت نره. بفرمایید. اینا هدیه است؟ بله هدیه است. بفرمایید. بفرمایید. लो सब साथ आ जाओ यार क्या हो गया آقا برنگرد. آقا اونوری نرو. اونوری نرو. सब साथ بفرمایید. نزدیک خود را ببرید و خدمت پیامبر وعده داشتند مراد از توسط با حضرت زهرا سلام الله علیها و مراد از حق فدک هست. لذا پیامبر به امر الهی فدک رو به حضرت زهرا بخشیدند. فدک درآمد زیادی داشت. بیبی دو عالم بین فقرا تقسیم می‌کردند تا اینکه پیامبر از دنیا رفت و خلافت قصد شد. چند روز از قصد خلافت نگذشته بود که قاصبین خلافت آمدند. کارگران حضرت زهرا سلام الله علیها را از فدک اخراج کردند و فدک را هم به زور از بیبی دو عالم گرفتند. بفرمایید در ادامه مثل अपनी तरफ से कैमरा ऑफ कर दीजिएगा बाबा بفرمایید. خیلی خوش اومدید. یه خورده سریع با امیرالمومنین پیغمبر فرمود با لقب امیرالمومنین به علی بن ابی طالب سلام کنید و تبریک بگید به علی. هم به علی تبریک بگید هم به من. اما 70 روز بعد از واقعه قدیر آمدند در وقتی امیرالمومنین مشغول قرص و دفن بدن مطهر رسول خدا بود، هنوز بدن پیغمبر به خاک سپرده نشده بود، آمدند در سقیفه بنی ساعده. عمر ابوبکر دار و دسته مرافقین انصار مدینه آمد زمین افتاد. باعث و بانیش اهل سقیفه بود. خدا انشاءالله عذابشون رو زیاد کنه و به حق زهرای مرضی با فرج فرزندش صاحب الزمان وارث قدیر خدا انتقام مصائب جدش امیرالمومنین رو بگیره. یا علی مدد. خوش آمد. یا علی. یا علی. خوش آمد. واقعی قدیر خوب. برکه قدیر کنار برکه قدیر آقا امیرالمومنین به ولایت جانشینی بعد از خودش. بفرمایید جلوتر جا هست. بفرمایید. ویلکام زمین ساس و لیلا. ویلکام. بفرمایید عالی من. بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خوش آمدید. بفرمایید جلوتر، خوش آمدید. هر چی ممکن بفرمایید جلوتر. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از شهادت پیغمبر امیرالمومنین حضرت زهرا شبانه که چهل شب همراه با دردانه هاشون امام حسن امام حسین در دراز نگردید. اصلا دراز سکه میزنن دو صورت آشون میزنن اما اینا نیستن. یعنی به جز پیغمبر فقط اهل خدا میتونن از در خونه‌شون وارد مسجد بشن که این عظمت خانه حضرت زهرا رو میرسن. شما اینجا حضور رسول خدا رو ملاحظه میکنید و قضیه دوات و قلم که وقتی رسول خدا فرمودن برید دواتی بیارید پیغمبر نوشته نشه. چرا؟ چون عمر فهمید پیغمبر دوباره میخواد قضیه قدیر رو تکرار کنه. تو قدیر شفاهی فرمود بعد از من مولای شما علی است. اینجا میخواد مکتوب بنویسه تو تاریخ بماند و برای احدی عذر و بهانه نباشه. عمر به رسول خدا توهین کرد تا وصیت پیغمبر نوشته نشه. عزادارای فاطمه شب شهادت عمر اینجا به رسول خدا توهین کرد. بعد از پیغمبر هم به تنها یادگار پیغمبر حضرت زهرا. وارد کوچه های بنی هاشم بشید از مظلومیت اهل بیت براتون بگن الهی به حق زهرا عجل ولیک الفرج. فرج رسول الله به سوگواره حضرت زهرا خوش آمدید. شما اینجا دو تا نماد رو ملاحظه می‌فرمایید. اول نماد مسجد النبی و قضیه سد الابواب که وقتی قضیه دوات و قلم که وقتی رسول خدا خواستن وصیت کنن برید دواتی بیارید جمله‌ای براتون بنویسم بعد از این گمراه نشید. برای بیعت اجباری آمدن دیدن در مسجد به دیبا شمشیر برهنه بالای سر امیر مومنان ایستادن. صدا زد به خدا قسم اگر دست از مولایم علی بر ندارید کنار قبر پیغمبر شما رو نفرین میکنم. و این جمله ها رو گفتن ستونهای مسجد لرزید، آثار عذاب آشکار شد. همه فهمیدن که عذاب داره نازل. پیامبر 9 ماه بر درب این خانه ایستادند و با صدای بلند سلام میدادند السلام علیکم یا اهل بیت النبوة. اما بعد از شهادت پیغمبر سوزاندن، شکستن، وارد شدن، ریسمان به دست گردن خدیده برای بیعت حضرت زهرا و دست خالی برگرده. نشد کسی در این خانه رو بزنه و ناامید بشه. انشالله شما هم امشب حاجت روا بشید به لطف بیبی حضرت زهرا و دلتون شاد بشه. ما هم دل حضرت زهرا رو خوشنود کنیم با دعا برای فرج امام زمان. اللهم عجل لولیک الفرج به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل محمد و آل شهادت مادر ماره زهرا به نماز ایستادن که پاهای مبارکشون ورم میکرد و این درس برای همه ماست که ما هم نسبت به نمازمون خصوص نماز اول وقت انشاءالله توجه داشته باشیم. خدا به همه خیر
بچه سنگ امام صادق می‌فرماید گریه‌اش دیگه جوهره نداره، صدا دیگه براش محل مطهر عبور میکنیم بر اون آقایی که بیش از 1000 سال تنها زائر قبر مخفی مادرش زهراست. امشب شب شهادت بیبی جان میده. قبر مطهرش زائر نداره جز پسر دل شکستش متقی بن الحسن. امام زمان اینو نصرت کنید. آقا می‌کردن از ظلمی که این اهالی ضعیفه کرده بودن. کنار احد که حضرت زهرا می‌اومدن می‌دونید کوه احد شاهد روز جنگی هست خیلی ها پیامبر خدا رو تنها گذاشتن. امیر مومنان دو تنها ایستاد دفاع کرد. فراریا اون دو نفر عمر ابوبکر فرار کردن بالای کوه. خودشون داشتن مثل بز کوهی فراری بودن اینها. 3 روز بعد از اتمام جنگ تازه اینها برگشتن آمدن به مدینه. دو عالم هست که بعد از اینکه رسول خدا را از دست دادن، ظلمی که به امیر مومنان شد، حضرتش یکی از جاهایی که میرفتن کنار احد، کنار قبر حضرت حمزه بود که گریه ها میکرد زهرای مرضیه. و کوه احد هم جاییه که میدونید در جنگ احد اون دو نفر عمر ابوبکر فراری بودن بالای کوه. یا حسین یا حسین آقایون سمت چپ، آقایون سمت چپ، بفرمایید. آقایون سمت چپ، بفرمایید. سمت چپ، سمت چپ. بعد. خروج همینجاست. سید خروج همینجاست. बाजार पे ही किताबें होंगी भी बाहर निकाल वो किताबें